حاصل غلای این زمین 2 روز پیش جمع‌آوری شده. این منظره بعد گذراندن کشتی تکراری میباشد. از یان خوجگی دهخانی به نام میرالی در جماعت دهاتی به نام خدای رجبوف ناحیه واسه به قدر زمین میرسند. دهقانان ماهیت کشتی تکراری را خوب درک نموده بعد جمع‌آوری حاصل اول همان روز زمین را از محصولات غله‌دانگی خالی کردند. در میدان 5 هکتار انا همین طور کشتی تکراری را با صفت به انجام رسانیدند. سال گذشته هم همین خیل 5 هکتار دما غله پخته کرده بودیم، 3 هکتار دا کشتی غله‌دانه. بعد کشتی تکراری سال گذشته ما از همین 3 هکتار 2 هکتارش دا جوری مکت دون کردیم، 1 هکتارش دا کشتی پلیزی. ای جوری مکای دون ای 2 هکتار 10 تن جوری مکا گرفتیم که در خوجگی دهقانی اساساً بگیریم فایده اساسیش کشتی تکراری میباشه. برای چی که کشتی تکراری مثال ما اینکه 2 هکتار 5 تنی 10 تن جوری مکا گرفتم، 10 تن جوری مکا را 3 سومی هم بفروشیم 30,000 سوم، 10,000 سومش مثال راست خودم شد 20,000 سوم درآمد صافی تازه میمونه. در جماعت دهاتی به نام خدای رجب ناحیه واسه این خوجگی مساحت 15 هکتار زمین را استفاده نموده در سمت استفاده ثمرناک زمین ها یکی از خوجگی های موفق می باشد. در قطار دیگر محصولات ها خوجگی به ساحه پخته‌کاری توجه بلند ظاهر نموده است. همین است که امسال خوجگی داران در میدان 10 هکتار کشتی پخته گذراندند. تا همین دوره حالت نشونمای نهال‌های پخته در حال خوب قرار دارند. نشونمای پخته به درجه عالی شد. ما 4 کار کردیم. خدا خواهد به قریبی آبموندی رو هم سر میکنیم. در همین 4 هکتار نوری های مینرالی به اثر هر هکتاری 300 کیلویی اوزوقه داده گیم. نشونمای کشت خیلی هم خوب میباشه. با این خوجگی پیروی کرده این شب و روزها کشاورزان حدود جماعت دهات کوشش دارند که هرچی بهتر حاصل غله را جمع‌آوری نموده کشتی تکراری زمین ها را سریع وقت به انجام رسانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.